تا حالا تو خیابون، تو کافه یا حتی سر کلاس یه آدمی رو دیدی که با شلوار بگ، زنجیر براق، کتونیای سفید برق زده و یه کلاه لب صاف تا دم ابروهاش نشسته؟ از خودت پرسیدی این کیه؟ چرا اینجوری لباس پوشیده؟ فقط مد روزه یا پشت این ظاهر یه فکر، یه باور، یه فریاد خوابیده؟ خبرت دارم، پشت خیلی از استایلایی که توی خیابون میبینی یه فرهنگ خوابیده، یه سبک زندگی، یه اعتراض، یه داستان. اینجا کانال دودکشه و این اولین قسمت از سری ویدیوهاییه که قرار دنیای پنهان پشت استایلا رو برات باز کنه. توی هر قسمت بریم سراغ یه فرهنگ واقعی، یه جنبش زنده و امروز نوبت هیپ هاپه. ولی یه سوال مهم، آیا هیپ هاپ یعنی همون رپ یا رپ فقط یه صدا توی دنیای خیلی بزرگتره؟ اگه دوست داری از این به بعد وقتی کسی رو با یه تیپ خاص دیدی فوراً بفهمی که چه دنیایی پشت اون لباس خوابیده، کانال دودکش رو دنبال کن، زنگوله رو بزن و با ما بیا تو این سفر فرهنگی که قرار چشماتو به استایلای دنیا باز کنه. اینجا دودکشه، جایی که از دود میریم سراغ ریشه یا آتیش. Start the beat. خیلی ممکنه تفاوت بین هیپ هاپ و رپ رو ندونیم و فکر کنیم هیپ هاپ در واقع اسم دیگه‌ای برای خود رپ هستش، ولی رپ فقط یه تیکه از پازل بزرگ هیپ هاپ هستش. هیپ هاپ فقط یه سبک موسیقی نیست، یه فرهنگی، یه زبونه، یه نجات دهنده برای نسلایی که هیچ راهی برای شنیده شدن نداشتن. توی دنیای هیپ هاپ ما با یه خونه طرفیم، یه خونه که 4 تا ستون اصلی داره و اگه یکیشو برداری ساختمون میریزه. ستون اول هیپ هاپ رپه. رپ صدای فرهنگ هیپ هاپ هست، یه جور شعرخونیه، ولی نه هر شعری، شعری که از خیابون میان، از فرق، نجات پرستی، خشونت، عشق، امید، درد. رپ یه فرم بیانه. وقتی جامعه بهت میگه حرف نزن، رپ میگه داد بزن. توی رپ کلمه ها سلاحن، قافیه ها زنجیرن و هر بیت یه فریاده که توی سکوت دنیا منفجر میشه. پس در واقع یه هیپ هاپ وقتی که میخواد بخونه بهش میگیم رپ. ستون دوم دیجیینگه. اون بیتایی که رپرها روش میخونن میدونی از کجا میان؟ از پشت ترن تیبلای دیجی‌ها. توی روزایی که کسی پول نداشت ساز بخره، دیجی‌ها با 2 تا صفحه گرامافون موسیقی میساختن. اونا میومدن بیتا رو میباریدن، لوپ باهاش درست میکردن، روش افکت میذاشتن، ریتم میساختن و این کم کم به یه هنر خاص تبدیل شد، اسکرچ کردن. دیجی قلب تپنده مهمونی خیابونی شد، کسی که صدا رو کنترل میکنه، نبض جمعیت رو تو دستاش میگیره. ستون سوم این خونه بریک دنس. وقتی کلمه ها کافی نیستن بدن حرف میزنه. بریک دنس یعنی رقص مقاومت، پرش، چرخش، سقوط، بلند شدن، همش استعاره است. جوونایی که توی محله‌های فقیر هیچی نداشتن با بدنشون یه هنر خلق کردن، یه رقص جنگی که از درون درد میمد ولی به جای خشونت تبدیل شد به نمایش. پس بریک دنس رقص هیپ هاپه. و ستون 4 هیپ هاپ گرافیتی. دیوارایی که کسی بهت اجازه نمیده چیزی روش بنویسی، همون جایی که هیپ هاپ با اسپری فریاد میکشه. گرافیتی هنر خیابون بود، بدون گالری، بدون سانسور، بدون مجوز. یه امضا روی دیوار میذارن که من اینجام، منو نادیده نگیر، من هستم، حتی اگر شما منو نبینید. از وقتی هیپ هاپ میخواد بنویسه یا نقاشی کنه، خروجی کارش میشه گرافیتی. هیپ هاپ ها فقط یه موزیک نیستن، یه دنیا هن، یه خونه است با این 4 تا دیواری که در موردشون صحبت کردیم و رپ فقط یکی از اون دیوار هاست. و اگه فقط به رپ نگاه کنیم انگار یه پنجره رو دیدیم و فکر کردیم کل ساختمون رو شناختیم. قبل از اینکه بریم سر وقت بخش جذاب استایلا و لباس های هیپ هاپ، یه نگاه کوتاهی بندازیم به تاریخچه هیپ هاپ. اواخر دهه 1970 نیویورک، منطقه‌ای به نام برانکس که نه خبری از فرد بود، نه امکانات، نه امنیت. محله‌ای با خونه‌های سوخته، دیوارای ترک خورده و آینده‌ای تاریک برای نسل جوان. اما توی همین تاریکی یه نور کوچیک روشن شد، نه از چراغ شهرداری بلکه از یه مهمونی خیابانی. یه دیجی به اسم کول هرد 2 تا صفحه گرامافون گذاشت کنار همدیگه و کاری کرد که هیچ کس نکرده بود. قسمت‌های کوبنده و پر ریتم آهنگا رو پشت سر هم پخش کرد تا یه بریک بیت طولانی بسازه. جوونا شروع کردن به رقصیدن، نه رقص معمولی، یه رقص جنگی.
بدنا روی زمین میچرخیدند، بالا میپریدند و مثل فنر برمیگشتند. این اولین بار بود که بریک دنس به دنیا آمد. بعدش یکی دیگه اومد جلو، یه میکروفون برداشت، روی بیت شروع کرد حرف زدن، با قافیه، با ریتم، درباره دردش، محلش، حرف نزدن پدر مادرش، پلیس، فقر، رویاهاش. اینجا بود که رپ از تو دل هیپ هاپ بیرون اومد. گرافیتی هم از دیوارای همون محله شروع شد. بچه‌ای که هیچ کس اسمشون رو نمیپرسید با اسپری اسمشون رو زدن روی قطارا، دیوارا و کوچه ها. اون بچه ها دلشون میخواست دنیا ببینتشون، حتی اگر تو واقعی ترین معنای کلمه دیده نمی شدن. هیپ هاپ از دانشگاه و استودیو شروع نشد، از خیابون شروع شد، از خشم، از بیکسی، از نیاز به بیان. و امروز همون فرهنگی که زمانی رو زمین خاکی شکل گرفت، الان رو صحنه های جهانیه. توی فستیوال ها، توی استیجای زنده، توی گوشیه میلیون ها آدم، توی ایران، افغانستان، فرانسه، کره، آلمان. ولی هنوزم ریشش همونه، فرهنگ مردم بی صدا. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم رو شونه های هم. رسیدیم به بخش 4 ویدیو. استایل هیپ هاپ یعنی چی و هر تیکش چه معنی داره؟ هیپ هاپ فقط صدا نیست، فقط بیت و قافیه نیست. هیپ هاپ یه تصویرم هست، یه زبان بی کلام. استایل توی هیپ هاپ یه جور یونیفرمه، یونیفرمی که نه از جنس قانون بلکه از جنس هویت ساخته شده. حالا بیا هر تیکش رو با هم دیگه مرور کنیم. شماره 1 شلوار بک. این شلواره گشاد از زندانای امریکا اومدن، جایی که زندانیا حق نداشتن کمربند داشته باشن و شلواراشون همیشه افتاده بود. وقتی این استایل وارد خیابون شد تبدیل شد به نماد مقاومت. من زندانیم اما صدا دارم. امروز شلوار بک یعنی آزادی حرکت، یعنی ضد قانون رسمی، یعنی حرف خودتو بزن. شماره 2 کفش سفید برق زن. توی هیپ هاپ کفش فقط یه تیکه از لباس نیست، کفش شخصیت توه، هویت تو پاهاته. کفش سفید همیشه برق زن یعنی چی؟ وقتی میگیم کفش سفید همیشه برق زن منظورمون چیه؟ یعنی این که من حتی تو محله های خاکی هم تمیزم، من به خودم احترام میذارم، من افتخار میکنم به ریشه هام. شماره 3 کلاه یا کپ لب صاف. نه کج، نه تا خورده، صاف و حساب شده. بعضیا برند خاصی میزنن، بعضیا لوگوی تیم مورد علاقه‌شون رو روش میزنن، ولی چیزی که مهمه اینه که کلاه توی هیپ هاپ یه جور تاجه، یه جور امضای تصویری. شماره 4 زنجیرای طلا. میپرسید چرا انقدر زرق و برق؟ چون اینا نماد موفقیتن، نمادی که فریاد میزنه من از خاک اومدم ولی حالا میدرخشم. بله ممکنه نمایشی به نظر برسه، ولی برای کسی که از هیچ اومده این زنجیرای مدالن، فقط زیورآلات نیستن. شماره 5 تیشرت‌های چاپدار، لوگو برندهای خاص. اسم گروه، چهره رپر محبوب، جمله‌های خیابونی. هر تیشرتی برای خودش یک بیانیه و پلاکارده، گاهی سیاه‌سفید، گاهی رنگی و فریاد زن، اما همیشه یه چیزی از درون آدم روی تنش نقش بسته. شماره 6 هودی، سویشرت یا کت بمر. این لباس‌ها بیشتر تو زمستون‌های سرد برانکس استفاده می‌شدن، بعداً شدن بخشی از دی ان ای هیپ هاپ ها. هر لایه لباس یه لایه محافظه، از سرما، از درد، از قضاوت. و شماره 7 آخریش هدفون های بزرگ. این هدفون ها یعنی من تو دنیای خودم هستم، من صدای خودم رو دارم گوش میدم، نه صدای جامعه رو، نه حرف دیگران رو، نه حرف مردم رو، حرف خودم رو. من ریتم مخصوص به خودم رو برای زندگی کردن و راه رفتن دارم. حالا وقتی یه نفر تو خیابون با ترکیبی از این استایل هایی که در موردشون صحبت کردیم دیدی، داره بدون اینکه یه کلمه بهت بگه فریاد میزنه من هیپ هاپم، من از هیچی اومدم ولی هیچی نیستم، نه من خودم رو ساختم. پیام هیپ هاپ چیه و چرا مهمه؟ هیپ هاپ یه فرهنگ اعتراضه، ولی نه از جنس خشونت. یه راه برای این که آدمایی که صدا نداشتن صدا پیدا کنن. یه فرم هنری که از فقر متولد شد ولی به دنیا ثروت معنایی داد. توی هیپ هاپ مهم نیست از کجا آمدی، مهم اینه که چی میخوای بگی و چطوری میخوای فریاد بزنی. این فرهنگ نسل‌ها رو از خیابون به استیج برد، از هیچ و همه چیز و از درد به زیبایی.
امروز هیپ هاپ فقط یه سبک نیست، یه زبان جهانیه، یه رسانه جهانی برای هویت‌های خاموش. شاید کسی که تو خیابون میبینی با اون شلوار بگ و زنجیر براق به نظرت عجیب بیاد، ولی حالا دیگه میدونی اون یه استایل نیستش، اون یه قصه است. قصه کسی که با کلمه، با بیت، با رقص، با رنگ خودشو ساخته و داره دنیا رو صدا میزنه. این فقط قسمت اول بود. ما تازه اول راهیم. چهارشنبه هر هفته منتظر قسمت‌های بعدی باش که میریم سراغ فرهنگ‌هایی مثل پانک، گات، رگی، سایبرپانک و کلی دنیای عجیبه دیگه. اگه میخوای وقتی تو خیابون یکی رو با یه استایل خاصی دی بدونی پشت اون لباس چه شخصیتی خوابیده، حتما کانال دودکش رو سابسکرایب کن. زنگوله رو بزن تا چهارشنبه‌ها ویدیوها رو از دست ندی و بذار با هم بریم زیر پوست فرهنگ‌ها. اینجا دودکشه، جایی که از دود میریم سراغ ریشه آتیش.